درود بر شما. امروز به باغ بهادران خواهیم رفت که در بین راه اصفهان به شهر کرد هستش. فاصله باغ بهادران تا تهران حدود 500 کیلومتره. از تهران تا اصفهان حدود 440 کیلومتر رانندگی خواهیم کرد و پس از اون به باغ بهادران که در 60 کیلومتری اصفهان به طرف شهر کرد هستش خواهیم رسید. فاصله باغ بهادران تا شهر کرد نیز حدود 40 کیلومتر هستش. در مجتمع خدماتی و رفاهی مارال ستاره برای صرف صبحانه دقایقی توقف میکنیم. صبحان و گز، چای و قهوه، مجموعه سنتی مارال. سلام آقا، دوست از صبحونه اینجا بخوایم بخوریم کجا بریم؟ کدوم بهتر؟ سلف سرویسه؟ صبحونه کله پاچه و نیمرو املت عدسی. مرسی دست در اینجا چیه؟ همینه دیگه، این در مال پرسن از اون در بیاره. باش. در بردی شیشه‌ای هست. مرسی. اتوبان قم رو رد کردیم و رسیدیم به یه مجتمع رفاهی، مجتمع سنتی مارال ستاره که برای یک استراحت کوتاه و خوردن یک صبحانه بعد به راهمون ادامه بدیم. ما الان در برنجگان هستیم و هوای بسیار عالی. یک پیاده روی داریم به طرف رودخانه. فضای بسیار جالبی اینجا هستش که درختای انبوه و زیبا. دوشنبه است داره بعد با صبح دیری بهتون میگه فردا. بیا یک نهری هستش که از این نهر که رد بشیم میرسیم به رودخانه زاینده رود که از اینجا میره به طرف اصفهان که 60 کیلومتری اینجا هستش و اینی که میبینید یعنی زاینده رود هستش. روستای برنجگان از توابع باغ بهادران در 60 کیلومتری اصفهان، 40 کیلومتر مونده به شهر کرد. این الان زاینده رود هستش که از کوههای زاگرس سرچشمه میگیره، میاد و از کنار این روستا رد میشه و میره به طرف اصفهان. اینجا منطقه باغ بهادران هست. منطقه باغ بهادران یک منطقه در حقیقت سرسبز در کنار رودخانه زاینده رود. اینجا که ما ایستادیم بعد از سد زاینده رود هست و این آب میاد و در اصفهان تقسیم میشه. بخشش میره برای یزد، بخشش میره برای کارخانه‌های فولاد و بخشش میره برای تصفیه‌خانه آب اصفهان. این منطقه‌ای که ما الان هستیم یه روستای برنجگان هست. ما در کنار زاینده رود هستیم. زاینده رود تا حدود 300-400 متر اطرافش اینجا چون ارتفاع نداره در حقیقت حریم رودخونه است که باغ‌های شخصی افراد محلی، بیشتر درخت‌های گردو هست. گردو چون هوای بسیار سردی میخواد در اینجا جای مناسبیه براش. اینجا
در حقیقت درخت‌های گردو برای خیلی از این افراد محلی هست. چیزی که هستش اینجا یه منطقه‌ای هستش که مردمش با افرادی که از بیرون میان بسیار خوشرفتارن. منطقه مشهوریه در اطراف اصفهان و بسیاری از اصفهان برای روزهای تعطیل میان اینجا کنار رودخونه جاهای مختلف روزشون رو تفریحشون رو اینجا انجام میدن و منطقه بسیار قشنگی. تقریبا همه سال اینجا آب داره. منتها جلوتر اگر یه 10 کیلومتر در بریم که دیگه فقط مواقع خاصی از سال آب رو باز میکنن به اون طرف که میاد به سمت اصفهان و زاینده رود که از وسط اصفهان میگذره. نکته جالبی که هستش در کنار زاینده رود از ارتفاعهای بالاتر میان نهرهایی رو از صدها سال پیش کندن و این نهرها سهمیه آب روستاهای مختلف هست. الان اینجا یک نهری رو شما می‌بینید کنار رودخونه با یک ارتفاع حدود 10 متر از رودخونه که از بالا دست اینجا گرفته شده و این میره برای روستاهای اطراف. اینجا یه مقداری برنجکاری هم هست، به همین خاطر میگن برنجگان و محصولاتی که داره بیشتر گردو درسون برسونم، گردو آلو بادامه که محصولات این منطقه محلی هست. اگر کسی فرصت داشته باشه دعوت میکنیم بیان اینجا ببینید، جای بسیار قشنگیه. شاد و پیروز باشید. دوست از آرزوی بود که تو یک روستا به دنیا می‌آمدم. زندگی ساده. آره اون دوریش که درسته از این نظر. الان ما هم حوصله بیرونه نداره. ما هم دوست یه روز که میان تا یه شب بشه باید هر کسی هر وضعی داره یه چیز دیگه ای می‌خواد. بعد از اینجا گرفته میشه. از این نهر میاد. همطور تیشه از این نهر میگرفته میشه. از زاینده رود این نهر گرفته شده میره برای چرچگون و برنچگون. این آب سهمیه اونجاست. از قدیم اون موقع که پمپ نبوده که. چشمیه که در اومده و این هم دومیش میزه به همین نهری که از زاینده رود گرفته شده. اینجا باغ بهادرانه و